یه بار یه نامه از احمد میرزا برای شاه اومده بود که آخرش نوشته شده بود برای خانوم، لحظه ای از خیال ایشان فارغ نمیشویم. من خجالت زده شدم، سرم انداختم پایین. ملکه گفت اعلیحضرت به فکر همه هستن. همون شب خدیجه گفت چرا دیگه برای اعلیحضرت نامه نمی نویسی؟ من دیگه اون شاهزاده خانومه که توی تهران بود نبودم. گفتم اگر نامه نوشتن مجاز بود حتما خود ملکه به هم یادآوری میکردن. 1 سال از رفتنمون به اودسا میگذشت و من 12 ساله شده بودم. یه شب یه عالمه روزنامه توی شاهنشین جا مونده بود که من و خدیجه رفتیم یواشکی اونا رو خوندیم. توی یکی از روزنامه ها نوشته شده بود که تولد اعلیحضرت احمد شاهه. خدیجه گفت تو میدونستی تولد اعلیحضرت کیه؟ گفتم نه. بعد فکر کردم که چرا اعلیحضرت دیگه همون چند خط نامه هم برای من نمی نویسه. اصلا داستان نامزدی ما چی شد؟ اگر اون دیو زندگی ما رو به هم نریخته بود من الان تهران بودم و توی کاخ سلطنتی زندگی می کردم. من بزرگ می شدم، نقاشی می کردم، خونه داری یاد می گرفتم، درس می خوندم، پیانو می زدم. زندگی می گذشت ولی کابوسام تمومی نداشت. مادرم رو می دیدم که با دست بسته و صورت کبود توی سفارت روس ایستاده. بعد تمام اتفاقایی که توی اون 1 هفته افتاده بود و پشت سر هم می دیدم. از جیغای مادرم گرفته تا تخت خواب و اتاق اون دیو، نزهت و رخت خواب خونیش. توی این حال ملکه می اومد بالای سرم. چقدر خوب بلد بود صحبتی پیش بیاره که آدمو از اون کابوس بیرون بکشه. 4 سال بود که از مادرم نه هیچ خبری داشتم نه نامه‌ای ازش داشتم. یه روز عصر خدمتکار ملکه اومد و منو صدا زد که به شاهنشین برم. رفتم شاهنشین. اولین باری بود که شاه به من میگفت دایی جان. گفت میدونی دایی جون من هم بی مادر شدم. معنی اون هم رو متوجه شدم. بعد ملکه گفت چند ساعت پیش خبر مرگ مادر شاه رسیده. پرسیدم مادر من چطور رفت؟ ملکه فقط گفت مادر بیچاره.